به حالت نفرت نرسیده. ناراحت. یه کسی هستم که از یه کسی خیلی در زندگی ناراحتم، چون بهترین آوردمش یه جایی که متاسفانه جواب بد به من داد و از همه بدتر این که منو رد کرد، یعنی جوابمو نداد. حالا به خاطر خب حالا بفرمایید. خب همه چیشو گفتی ولی اسمشو نگفتی. نمیخوای بگی؟ اسمشو من نمیگم، به خاطر اینکه نمیخوام مردم، اولا هنرمنده، یه هنرمندی هست که دوستش دارن مردم. نه من اول هر چی میگم راست میگم، دروغ نمیگم که کارهای بدی انجام میدن. ایشون مثلا اسمشو نمیارم باد، ولی ایشون سر مردم رو استیج کلاه میذاره، لب میزنه و مردم رو وای میسونه اون پشت 4 نفر، هیچ کدوم سیماش تو دستگاه نیست، همه ضبط شده است. خب این بده. یکی از همه بیزاره 2-3 روز پیدام نشد تا ببینم چه حالی تو. من اول هر چی میگم راست میگم، دروغ نمیگم که کار عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه زنج موهای تو رو ببافم. شما میاد لب میزنی اون پشتم سیما رو میکنن، دو شبی $30,000 میخوای بزنی. یک کسی مثل سیاوش قمیشی، ایشون هیچی نداره برای که بخواد به مردم رو راضی کنه، فقط پول رو دوست داره بگیره. گارسون میاری اون پشت وای میسته، میگی الکی دست تلکون بده $100 میگی. به جون دخترم که رایدو واقعیته. حالا کسی سیاوش دوست داره اینجوریه؟ نگاه کنید این دفعه، نگاه کنید دیگه. بشه انگیز میخونم، ولی چون که تمرین نکردیم و جزء برنامه نبوده ارکستره میزنه، من میخونم شما اینجوریه. شب که میشه تو بوجه عشقی من میشه ستاره، من چشمامو قبر رو میدم آسمون بارون میباره، میخونم که عشق تو بارونم به کی بگم که چشمام تو قصه زندونم کرد، دلم شده دیوونه، خدا خودش میدونه تو چه دلش میگیره، سکوتشو میشونه، پنجره ها با فریاد میگن چی باز میدونه، میخونم عشق تو